درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. دوستان حتما ابونه شوید و زنگولچه رو زیر کنید، چون که خبرهای خوبی ورزشی رو من با شما حتما پیشکش میکنم و امیدوارم که با شما خوش میآید خبرهای من. دوستان شروع میکنیم از قهرمانی آسیا اوید با بوکس در مغولستان. در این قهرمانی آسیا 3 بوکسچی تاجیک مدال گرفتند: پرویز کریموف، نکروس سلیموف و میژگانا سامادова. پرویز کریموف در وزن 90 کیلو جای دوم رو گرفت. میژگانا سامادова در وزن 57 کیلو جای سوم رو گرفت و نکروس سلیموف در وزن 80 کیلو جای سوم رو گرفت. دوستان بوکسورهای تاجیک رو تبریک میکنیم و امیدواریم که در آینده نه تنها قهرمانی آسیا بلکه قهرمانی جهان و المپیک خواهند شد. دوستان بوکسورها رو تبریک کنید در کامنت ها و با آنها موفقیت آرزو نمایید که آنها در آینده دوام تیند مشق را و قهرمان شوند. و فردا ما را خیلی جنگ های خوب انتظار است. این هم باشد در الماتو در لیگ IBA نومد. در این مسابقه 3 ورزشگر تاجیک اشتراک میکنند: اسرار اکبرخوجاєв از تاجیکستان بر ضد ایدوس ژاپاربگنوف از قزاقستان. خاطر رسان میکنم که اسرار اکبرخوجاєв از تاجیکستان یک 3 ماه پیش بچون ایدوس رو نکاوت کرده بود در ثانیه های اول در راوند یکم. و اگر که اسرار اکبرخوجاєv از تاجیکستان فردا ایدوس رو باز بر ضد ایدوس باز دست بالا شود، صاحب کمربند می شود در لیگ IBA نومد. و دوم باشد دلشاد نورکوزیف از تاجیکستان، شومن است و خیلی جنگ های خوب هم نشان میدهد بر ضد ارمن اشیموف از قزاقستان. و سوم باشد سفرعلی رجبوف. اینا بچه‌های جنسشان میده‌تر است، کوچک است، بر ضد یورالی بایقوبیلوف از ازبکستان. خاطر رسان میکنم که یورالی بایقوبیلوف از ازبکستان در بوکس در لیگ IBA عبدالرازق را شکست داده بود، در عربستان سعودی بود یا در دبی بود نمیدونم. و امروز باشد فردا باشد سفرعلی رجبوف بر ضد یورالی بایقوبیلوف مبارزه میکند در رشته بوکس. و در اینترویو سفرعلی رجبوف از تاجیکستان گفت که تو عبدالرازق را شکست داده بودی، او باکسور نبود، فردا تو بر ضد باکسور میجنگی، انشالله که من تو رو شکست میدیم. و میبینیم سفرعلی رجبوف با سخنهایش می ایستد و یورالی بایقوبیلوف رو از ازبکستان شکست میدهد یا نه، فردا معلوم می شود. دوستان 11 اپریل فردا در الماتو آرینا در لیگ IBA نومد این مسابقه ها برگزار میگردند و امیدواریم که بچه های تاجیک همشون دست بالا می شود. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. حتما فردا من شما رو فردا شام یا که روز یکشنبه من حتما به شما نتیجه های این مسابقه ها رو میرسانم و امیدوارم که بچه های تاجیک همشون دست بالا می شوند. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد. تا امید دیدار.